افسردگی مربوط به زمان گذشته است. افراد ممکنه به موقعیت‌ها یا چیزهایی در گذشته دلخوش کرده بودن و میخواستن زندگی رو از توی اونها بکشن بیرون. مثلا اگه من با فلان کس ازدواج میکردم الان خیلی خوشبخت بودم، یا اگه همه پولامو تبدیل به طلا و دلار میکردم الان ثروتمندتر بودم. حالا همه اون موقعیت ها از بین رفتن و احساس شکست و ناکامی میکنیم و دنبال مقصر میگردیم. میدونید مقصر کیه؟ مقصر ما هستیم که از چیزهای از بین رفتنی زندگی میخواستیم. مقصر مایی هستیم که زهر تلخ گذشته توهمی رو وارد جریان زندگی میکنیم، بدنمون رو خراب میکنیم و روابطمون رو با اطرافیان دچار آسیب میکنیم.